در زمان سرکاهن بودن حانان و قیافا از جانب خدا به یحیای پسر زکریا در بیابان پیغام رسید. این واقعه در سال 15 حکمرانی شاهنشاه تیبریوس روی داد. در آن ایام پانتیوس پیلاتوس حاکم یهودیه و هرودوس حاکم جلیل بودند. برادر هرودوس فیلیپوس باشد در سرزمین ایتوریه و تراخونیتیس حکمرانی میکرد و لیسانیوس حاکم ابیلین بود. یحیی تمام ناحیه های اطراف دریای اردن را طی نموده مردم را نصیحت میکرد. او با آنها میگفت که برای بخشیده شدن گناه هایشان باید توبه کرده از گناه دست کشند و در آب تعمید بگیرند که رمز شسته شدن گناه ها می باشد، چنانه که در کتاب اشعیا پیغمبر درباره وی نوشته شده است: کسی در بیابان فریاد زده می گوید برای خداوند راه را تیار کنید و آن را راست نمایید. بگذار هر وادی بلند شود، هر کوه و تپه به همواری مبدل گردد. بگذار راه های کج راست شوند و راه های پست و بلند هموار. آنگاه هر یک جان زنده نجات خدا را می بیند. مردم زیاد نزد یحیی می آمدند تا از دست او تعمید بگیرند و او با آنها می گفت: ای مارزادگان، کی شما را آگاه کرد که از جزای در پیش ایستاده گریخته می توانید؟ توبه کنید و ثمر آورید که توبه شما را نشان دهد. اصلا فکر نکنید که به سبب از نسل ابراهیم بودنتان جزا نمی بینید، زیرا به شما می گویم که خدا از این سنگ ها برای ابراهیم نسل به وجود آورده می تواند. تبر الکی بر ریشه درختان گذاشته شده است و هر درختی که ثمری خوب نمی آورد بریده به آتش پرتافته می شود. مردم از او می پرسیدند: پس ما چی کار کنیم؟ یحیی جواب داد: کسی دو کرته دارد، یک تایش را به کسی دهد که کرته ندارد و هر کس که خوراک دارد نیز چنین کند. اندازگیران هم که برای تعمید گرفتن آمده بودند از او پرسیدند: استاد، ما چی کار کنیم؟ با آنها گفت: بیشتر از آن اندازه که برایتان مقرر کرده شده است از مردم نستانید. سربازان نیز از او پرسیدند: پس ما چی کار کنیم؟ یحیی گفت: کسی را با زوری و تهمت ناحق غارت نکنید و به معاش خود قناعت نمایید. مردم انتظار آمدن مسیح یعنی تعیین شده خدا بودند و بعد از شنیدن گفته های یحیی به خود گفتند که شاید یحیی مسیح است. یحیی باشد با آنها گفت: من شما را با آب تعمید می دهم، ولی از من تواناتر می آید که شما را با روح القدس و آتش تعمید می دهد. من حتی سزاوار کشادن بند پایافزال او نیستم. در دست او برای باد دادن گندم 3 شاخه تیار است تا که خرمن خود را تازه کرده گندم را در انبارش جمع کند، ولی که را در آتش خاموش نشونده سوزاند. همین طور یحیی با نصیحت‌های زیاد خوشخبر را به مردم می‌رساند. یحیی حاکم هرودوس را هم برای آنکه همسری برادر خودش هرودیه را به زنی گرفته بود و برای همه کارهای بدش سرزنش میکرد. هرودوس باشد بر ضمن همه کردار بدش باز یحیی را به زندان انداخت.